سلام همشیره. سلام علیکم. سلام. چه صاحب امیرحسین مخبریان هم میخونه. آخ چه حسی داری عزیزم؟ ناموسن چی؟ انگار الان خابر روم رد شده. کجا میخوای بریم؟ مگه این فیلم ها رو ندیدی؟ میخورن به هم دیگه میگیرن. آخ ول کن تو رو اول. ببین الان تو بری توالت یه دونه پیپی کنی کل دانشگاه و انبر میداره. من اصلا ظرفیت تو رو ندارم، لیاقت تو بهتریناست. طول مادرت ول کن برم. در نکن بابا چستر. و دشمن پلنگ صورتی تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم کافتون دیدم کار خیلی خوبه، گفتم بیام یه کافه بزنم. زهرمار بابا یه دونه فلافل دونونه بده من برم. مثل اینکه مستقیم از دبستان اومدی دانشگاه. ما اینجا فقط غذای ایتالیایی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقنعاتون رو بدین جلو، آسیناتون هم بدین جلو. الان بفرمایید. دختر خانم سلام. میشه یه چیزی بگم؟ بفرمایید. من چند روز دیگه پایان‌نامه‌مو تحویل میدم. شاید دیگه نبینمت. میشه شماره‌ت رو داشته باشم؟ برو آقا مزاحم نشو. ببین من 8 سال تو این دانشگاه درس خوندم. از هیچ دختری خوشم نیومده. ولی تو یه چیز دیگه ایه. 8 سال تو دانشگاهی، اون وقت چرا من ندیدمت؟ خب از بس که پسر سربزیری هم هیچ دختری رو نگاه نمی‌کنم. من حراست دانشگاه. واقعا؟ بله. خیلی خوب موندی. شماره‌مو بزن. الان تو ندادم از دانشگاه پرتت کنم بیرون. برو ببینم. یه دقیقه 0936. از آقا احساس میکنم زمونه خیلی عوض شده. من احساس میکنم از یه گاره دیگه اومدیم. منم حس میکنم خیلی عقب مونده ایم. آقا ما باید کلاً سیستم لباسیمون رو عوض کنیم. باید تینیجر بشیم. 100% من میگم بعدش هم بریم کلینیک سرو. داداش داره کار انجام میده خفن، 10 سال گارانتی داره، اقساطی انجام میده. از طرف ما هم هر کی بره 50% تخفیف داره. اول بریم بوتیک تینیجر بشیم. بفرما. اوه ببین چه خز و خیلایی دارن میان. بریم ایسکاشون رو بگیریم. به به چه ورقایی. ما ورق نیستیم، ما زرورقیم. ببخشید شما قرار بوده برید عروسی؟ چطور؟ ما که کاملا تیپمون دانشجوییه، ولی انگار شما میخواید برید عروسی. خانم سرخپوست. بچه‌ها این بیچاره‌ها تازه ثبت نام کردن. خیلی مخلصم، ارادت دارم. خانم عذرخواهی می‌کنم شما استاد هستین؟ نه چطور؟ چون منو مشروط نگاهتون کردین. خانم تو رو خدا ول کن دیگه. خانم ببخشید شما جدولین؟ چطور؟ آخه دوست دارم تو چشاتون حل بشم. بابا یه 2 دقیقه حول بازی در نیارید دیگه. شما هم دانشجویی؟ نه چشام، من استاد دانشگاه هارواردم، ولی به خاطر تو اومدم ادامه تحصیل بدم. عوضی تو اول بازی چشای منو در باری رو سفیدم کرد. ما کارمون تو چشماست. ایسکاشونو بگیریم. آقا پسر رشته شما آشیه یا پولویی؟ هر رشته ما که مهندسیه. من میشه از شما یه سوالی بپرسم؟ بفرما. عذرخواهی میکنم میشه شما کمتر نفس بکشین؟ برای چی؟ این دماغتون ماشاءالله هیدریه، کل اکسیژن این فضا رو برداشتین کردین تو دماغتون. ما دیگه اکسیژن نمیتونیم بکشیم. آقا شما میدونی قیافت چی داره؟ جذابیت بالا؟ 3 سال حبس. بچه‌ها یه بویی نمیاد اینجا؟ بوی چی؟ بیا جلو. بوی خودته. بو گل میدن؟ نه بوی سیر ترشی. خب کناریا بگیم ببینم ترم چندین؟ ما تازه ثبت نام کردیم. پس مثل مایید. الان کلاس چی داریم؟ کلاسو ولش کن، هر جا برن دنبالشون سالانه بیا بریم. ببخشید تیمیل داشتیم؟
جان چی دارید؟ چی داری؟ الان منو میارم خدمتتون. بیار منو بیار. خدا وکیلی من ارادت خیلی برجسته و خاصی نسبت به شما دارم. اراده کن بمیرم برات ناموسم. حامد تو گل داده بودی ها؟ این داستانش فرق میکنه. چشای داداش بریشات فکر کن، تو بدون اینا هیچی نیستی ها. داشتیم راجع به مسائل دانشگاه جزوه صحبت میکردیم. شما اسمتون حامده؟ اسم من هر چی که شما بگی همونه. داش حامد روبوستا دوست داری؟ عزیزم همون حامد خوبه دیگه. روبوستا چیه؟ قهوه‌تونو میگه. آهان اسم قهوه‌ست. میگم قهوه من تلخ باشه مثل روزای زندگیم. آخه چشای داداش ما کل زندگیمون تلخ بوده، این سری بذار قهوه‌مونو شیرین بخوریم. باریکلا. حامد داداش شیرین که اسم دختره، بذار تلخ باشیم مثل روزایی که ضربه خوردیم از چسایی که انتظارشو نداشتیم. بابا قهوه حال آدمو خراب نمیکنه که، این آدم مادر. نه آقا اون برزیل مادر قهوه. همین برزیل ذات مادر قهوه های جهان. آقا من 50-50 میخوام مثل دوران بچگی. این دروغ میگه، به خدا بچگی تو قهوه نمیخوردی که. بمانه دارم. ای بابا اومدیم یه قهوه بخوریم ها. شما ماچا دوست داری؟ اینجا که نمیشه تو جمع هستن. ایشالله تنها شدیم خیلی دوست دارم، ولی ماچا. من منظورم نوشیدنی بود. بابا یه دقیقه ساکت باشید. ببخشید شما اسمتون چی بود؟ من مبینم. تو خونه مابی جون صداتون میکنن نه؟ وای شما چقدر حولی. چی داره میگی؟ ما اصلا با دخترها کاری نداریم. داشتمت ما اولیم؟ نه بیا خونک شد. ما اصلا دختر برامون مهم نیست. بفرمایید خواهش می‌کنم. چای بدن نیفته. چای شما جوراباتون رو نمیشورید خفه شدیم. کلینیک سر. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیش تو. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم، کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. ولی تو جونم قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم.